شما این مدارک رو آماده کن بیار وامتو بگی. همه اینا رو؟ همه اونا رو هر وقت آوردی بیا وامتو بگی. خانم ببخشید تا 10 بشمارید همه مدارک رو میارم. بفرمایید. بله بله. شما خیالتون راحت، ما وام به کسی نمیدیم. سلام، خسته نباشید. آقا واسه چی اومدی؟ گفتم برو مدارکتو بیار. مدارک آوردم. چی؟ همه چی. خب بده ببینم مدارکتو. گواهی کار؟ گواهی کار. بفرمایید. مدارک 2 ضامن معتبر. 2 ضامن معتبر. بفرمایید. 2 تا نامعتبر جهت احتیاط. 1 2. 7 سری کپی از مدارک. اینا کپی مدارک. گواهی فوت پدر بزرگ مادری. فوت پدر بزرگ مادری. بفرمایید امضا شده سند خون. خب گواهی زنده بودن مادر بزرگ پدریت هم داری؟ زنده بودن بله. بفرمایید زنده. خب ببخشید آقا، از این به بعدشون من ادامه میدم. بگو. عکس رادیولوژی از لگن خاصره. لگن خاصره. بفرمایید. گواهی واکسن هاری. بفرمایید. گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر، غیر مواد مخدر. بفرمایید. عکس 2 نفره با رئیس فدراسیون اسکواش. کپی ریشه دندون عقل شهاب عباسی. بفرمایید. خیلی خوب. بگو. خسته نباشید. خب مدارکتون رو بریم. خب خدمتتون عرض کنم که 40 تا جواز کسب. 40 تا جواز